تو وقتی بزرگ بشی میخوای چی کاره بشی؟ خلبان، مهندس کمیته. برای چی؟ صدام بکشم. صدام میرم چون خونه ها رو ویران میکنم. مهندس کمیته که چی کار کنی؟ مثلا اونایی که تریاک کشن بگیرم، اونایی که بدن بگیرم. اگه تو اون موقع صدام کشته شده بود اون موقع میخوای چی کاره بشی؟ اونایی که قلبشون درد میکنه که میان بیمارستان چیز مریض میشن میخوابن رو تخت به عمل میکنن. تو میخوای بری اونا رو عمل کنی؟ بله. از دکتر میخوای بشی؟ بله، هم خلبان هم دکتر. مثلا اونایی که به کسی تهمت بزنن یا دزدی کنن بگیرن. گفتی چی کاره؟ مهندس کمیته.